ظرف‌ها برای آبی باران. آنها را در روی حولی هر یک ساکنی دهه آبخوری ناحیه ورزاب دیدن ممکن است. دهه همگی چند کیلومتر با پایتخت تاجیکستان فاصله دارد که امروزها میزبان کنفرانس چهارم بین المللی مسائل آب با سرپرستی سازمان ملل متحد برای حل مشکل آب در سیاره زمین است. نه وقت باران میباره اما چیزی مقصد انجامای وای داشته باشیم برای آب گرفتن نمیخواد آب باران هم میگیریم. مثال آب صافی وقت باران میباره برای ما آدمای بی آب میگیم طلا بریده است. چی نمی انجامای خالی بچکاره تا ناشرا دمیمونیم آب باران پر کرده استفاده میبریم. همه زرینه میگوید آب باران را با جز غذا در هم احتیاجات روزگار حتی باغ و حیوانات استفاده میکنند. آب آشامیدنی را میخرند. اکمل خالف با ماشینش تجربه 6-7 ساله آبکشانی برای این دهه و دهه های گرد و اطراف را دارد. شما در یک روز چند فرمایش میگیرید؟ 5 تا 6 تا. یا من خودم فقط اونجا 5-6 کسای اون که 7 کسا با ماشین دیگرو هسته. شهباز نظرف ساکن دیگری آبقل میگوید 13 سال پیش از دوشنبه آمد و اینجا خانه ساخت. امیدوار بود که روز دهه با آب تامین می شود، اما از همان سال تا کنون آب را می خرد. حالا یک ماشین 10 تانه ای را 350 سامانی می خرد و خبر ندارد که به دهه لولای آب خواهند کشید یا نه. یا چند بار گفتن که میگذرونیم که ما کو جی میگذرونیم چه خیلی مردم پول جمع میکنیم میگذرونیم. ما خیلی شدو با بعضش اومد گفت که انا پول جدا کردن یا که چخلی که ای کدام ادیر میارن کدام که نشد. شما خودتون خیلی مراجعت نکردیم برای امین مردم محله؟ اینجا تقریبا چند خواجه که آب میخوره؟ ممکن باشه 300-400 زیاد با کمیش. خیلی همه مردم یگان وقت مراجعت نکردید با حکومت؟ ایشانه که نفهمیدیم میگن میشواونه که ما که نمیدونم ایشان. عزیز عبدالحفیظ زاده باشنده دهه چهارباغ بالا همسایه دهه آبقل که با دوشنبه چسبیده است میگوید یگانه راه این است که خودی باشندگان پول جمع کنند و به اینجا آب بیارند. اگه باید این محله خودش باید بفروشه. اکتا پول جمع کنند. اکولی میشه محله پایان اکولی بالا نه. حساب حکومت حساب حکومت هیچ کنا اومده. دسترسی به آب یکی از مشکلات بزرگی مردم دهات تاجیکستان است. به اطلاع رسمی 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند. تاجیکستان از سال 2003 به این سو تشبسکار اعلان شدن تدبیرهای گوناگون جهانی حل مشکلات آب با سرپرستی سازمان ملل متحد است. اما بنا به معلومات برنامه دولتی تامین آبی آشامیدنی برای سالهای 2025-2029 خود تاجیکستان هدف دارد تا سال 2029 خدمت رسانی های تامین آبی آشامیدنی اهالی را از 41% به 70% برساند. زرینه رحمتова یکی از آنهایی است که امید بسته است این گونه کنفرانس های پردبدبه و سطح بلند نتیجه می‌دهند و دهه آنها صاحب آب می شود. آب و آبادی گفتی جایی که آب هست آبادی دو در جان میخواهیم که آب داشته باشیم. کنفرانس جهانی آب چهارمین همایش سطح بلند در موضوع آب است که با پیشنهاد تاجیکستان و سرپرستی سازمان ملل برگزار می شود. مقامات در حال به برگزاری این گونه همایش‌ها توجه دارند که به اطلاع رسمی قریب 40% اهالی در داخل تاجیکستان حتی در شهرها با کمبود آب روبرویند و هر سال در پی سیل آبخیزی‌ها 10 نفر ضرر می‌بینند.